به پادکست ذهن کیمیاگر خوش آمدید. در ذهن کیمیاگر شما با موضوعات متنوعی در حیطه ذهن و روان آشنا میشین. درود بر شما. من دکتر خسرو حمزه هستم، مشاور و لایف کوچ و در این قسمت از پادکست ذهن کیمیاگر قصد دارم با شما در مورد هدف گذاری کاربردی در زندگی صحبت بکنم. هممون اینو شنیدیم که آدم‌ها باید تو زندگیشون هدف داشته باشن که موفق بشن. اینم شنیدیم که خیلی از آدم‌های با استعداد دلیل اینکه موفق نشدن اینه که بی هدف بودن و هدف روشنی رو تو زندگیشون دنبال نکردن. همینا باعث شده که همه افراد به نوعی برای خودشون یه خواسته‌هایی رو بپرورونن تو ذهنشون. اگه شما تو صد شب بچرخین سوال بکنین که آیا شما هدف دارین؟ همه بالاخره راجع به یه خواسته جدیشون صحبت می‌کنن. بله، من می‌خوام پولدار شم، من می‌خوام مشهور شم، من میخوام قهرمان جهانی یا المپیک بشم و یا هر چیزی شبیه این. البته همشون خواسته‌های خوبی ان. خواسته‌هایی هم هستن که رسیدن بهشون امکان داره محتمل و ممکن باشه، اما نه اینطوری، چون این چیزی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم یه هدف نیست، این فقط خواسته شماست. فرق بزرگی بین خواسته ها یا یه خورده بریم جلوتر بین آرزوها با اهداف آدم‌ها وجود داره. آرزوهای ما مقصدهایی هستن که ما دوست داریم در زندگی به اونجا برسیم، یا چیزهایی هستن که ما دوست داریم در زندگی در آینده اونها رو داشته باشیم، اما انگار زمانش هم مشخص نیست که قراره کی این اتفاق بیفته. یعنی زمان روشن نداره، فقط در پناه آینده میگیم رخ میده در آینده. و از همه مهمتر، ما برای آرزوهامون انگار که قرار نیست کارهای به خصوصی انجام بدیم تا اونها رو محقق بکنیم. انتظار داریم یه جوری دنیا و زمانه اینو به ما بده، یه جور شانس به حساب میاد یا قراره تو دامن ما بیفته. اما اهداف در واقع مقصدهای کاملا روشن و عینی هستن که قراره ما بهشون برسیم، یا چیزهایی که خیلی روشن و عینی هستن و ما می‌خوایم داشته باشیم و البته زمانم براش تعیین کردیم که تا کی باید این کارو محقق بکنیم. و از همه مهمتر، حاضریم براش اقداماتی بکنیم و یا داریم اقداماتی میکنیم که گام به گام ما رو به رسیدن به اون هدف نزدیک و نزدیک‌تر میکنه. اگه بخوام یه مثال بگم از تفاوت‌های بین آرزو و هدف، مثلا میتونم به این اشاره کنم که اگه یه نفر بگه من میخوام پولدار بشم، از نظر من این فقط یه آرزوئه. اما اگه بگه من میخوام ظرف 3 سال آینده درآمدم رو که مثلا الان ماهی تومن هست یا سالی تومن هست رو برسونم مثلا به 2 یا 3 یعنی دقیقاً عدد روشن داره، مدت زمان روشن داره، این میتونه در واقع یه هدف عینی به حساب بیاد. یا اگه یه قهرمان بگه که من میخوام، یه ورزشکاری بگه که من میخوام یه قهرمان محبوب و مشهور باشم، من اینو نمیفهمم یعنی چی، به خاطر اینکه این خیلی کلیگوییه و البته هیچ زمان روشنی هم نداره، دقیقاً مشخص نیست جزئیاتش چیه. اما اگه مثلا بگه من میخوام توی 5 سال آینده حداقل یه مدال جهانی تو تکواندو بگیرم، به شرط اینکه این آدم یه تکواندو کار باشه و البته داره تو اون زمینه خوب تمرین میکنه، این یه هدف روشن و عینی است و زمان هم داره و احتمالاً ما اینو بهتر میتونیم به عنوان یه هدف قبول بکنیم که میشه پیگیریش کرد و بهش رسید. در واقع اهداف باید یه طوری باشن که وقتی ما راجبشون صحبت میکنیم احتیاجی به تعبیر و تفسیر نداشته باشن. اینکه من میخوام موفق بشم یا مشهور بشم صدها تعریف مختلف داره، هر کسی موفقیت رو یه طور برای خودش تعریف میکنه. مثلا اگر همین ورزشکاری که گفتم موفقیت رو در کسب مدال جهانی برای خودش تعریف کرده، اگه اینو توضیح نده شاید یه نفر فکر کنه این همینطوری که مثلا تکواندو کار میکنه که در سطح مسابقات دانشگاه‌ها یا آموزشگاه‌ها موفق باشه، حضور پیدا بکنه، یعنی موفقه. یه نفر دیگه فکر میکنه این اگه در لیگ کشور باشه میتونه یه ورزشکار موفق باشه. کسی دیگه فکر میکنه اگه به تیم ملی برسه موفق به حساب میاد. و اینها همش هم میتونه درست باشه، ولی تعریف عینی که اون فردی که هدف زندگیشو داره تعیین میکنه مشخص کرده، اونی که برای ما معیاره. میگن هدف‌ها باید یه طوری باشن که اگه شما این هدفتون رو برای یه بچه دبستانی تعریف بکنید که من هدفم اینه و این آدم بره در واقع این هدف شما رو برای یه بچه دیگه تعریف بکنه و اون بچه دوم باز اونو برای یه بزرگسال تعریف بکنه، یعنی ما داریم 2-3 تا واسطه قرار میدیم بین این نقل قول. اون نفر آخری که میشنوه کاملا باید به همون نتیجه گیری برسه که شما از اول مورد نظرت بوده. مثلا اگر بگیم میخواد ظرف 5 سال آینده در مسابقات جهانی در سطح ورزش تکواندو موفق به کسب مدال بشه، خیلی خب این مشخصه که هر جا ما این جملات رو جابجا بکنیم دیگه مدال گرفتن در سطح جهان 5 سال و تکواندوش روشنه، چیزی رو نمیتونه برای ما تو ابهام ببره. البته از این اهداف میشه برای اهداف مالی، تحصیلی و هر چیز دیگه‌ای هم به همین شکل گذاشت. شاید خوب باشه که یه جوری دیگه هم اینو بهش نگاه بکنیم. ببینیم اگه من الان به شما بگم که
من میخوام برم یه مسافرت خوب، یه جاده خوب به معرفی میکنی؟ خیلی عجیبه اگه من این سوال از شما بپرسم. احتمالاً شما میپرسی که کجا میخوای بری؟ آخه یه جاده خوب تو کجا میخوای بری؟ میخوای بری کویر، میخوای بری کوهستان، میخوای بری دریا، میخوای بری جنوب، شمال، کجا میخوای بری؟ تا اینه که نگی که من نمیتونم به شما جاده معرفی بکنم. اما اگه من به شما بگم که من میخوام برم چالوس، خیلی خوب، حالا که گفتم چالوس، شما گزینه‌های مختلفی داری به من پیشنهاد بدی. میتونی بگی از جاده چالوس برو، میتونم از جاده هراز برم، میتونم از جاده رش برم از اون سمت برگردم، میتونم از جاده فیروزکو بیام. از روش‌های مختلفی من میتونم خودم به چالوس برسونم. و چرا این روش‌ها خودشو به ما نمایان کرد؟ چون من گفتم میخوام کجا برم. هر کدوم از شما تو زندگیتون باید بگین به خودتون که دقیقاً میخواین کجا برین. این که من میخوام موفق باشم، تحصیل کرده باشم، مشهور باشم، زندگی مرفهی داشته باشم یا هر چیزی شبیه به این، اینا خیلی خوبه ولی اینا هدف نیست. اینا فقط آرزوی کلیگویی و اجازه نمیده که شما تو زندگیتون اینها رو محقق بکنید. البته به اینم توجه کنید که هر هدفی شما تو زندگیتون برای خودتون تعیین میکنین الزاماً قابل تحقق نیست. یعنی حتی اگر شما یه هدف بذارین که زمان داره، خیلی عینی، آیا میشه بهش رسید؟ باید منطقایی داشته باشه هدف. هر کسی به هر چیزی نمیتونه برسه. حالا این که من دارم میگم شاید خیلی از دوستانی که الان این پادکست رو گوش میکنن یا در یوتیوب میبینن اینو دوست نداشته باشن، ولی این یه واقعیتی که هر کسی برای هر کاری مناسب نیست. همه ما باید از مسیر خودشناسی خودمون رو بشناسیم، ببینیم که برای چه چیزی انسان مناسب تری هستیم، که هرگز هم یه چیز نیست. یعنی هر کدوم از ما برای تعدادی از موضوعات، برای تعدادی از فیلدهای شغلی، فعالیت‌های مهم آدم مستعدی هستیم. توی اونها اگر هدف گذاری کنیم و استمرار داشته باشیم، خودمون رو بهتر بکنیم، یقینا میتونیم به جایگاه خوبی برسیم. ولی اینکه هر کسی فکر کنه به هر چی دلش بخواد میتونه برسه، این حرف درست نیست و منطقی هم برای حاکم نمیتونه باشه. علی ای حال، به عنوان یه روش، اگه بخوایم از کلیگویی بیایم بیرون، یه روش بگیم که اگه کسی میخواد هدفی تعیین بکنه که هدفش هدف قابل رسیدن باشه، باید چطور این کارو بکنه. شاید یکی از بهترین راهاش این باشه که هدفی رو تعیین بکنه که تو این الگوی اسمارتر قرار بگیره. اسمارت یعنی باهوش، هوشمند، و اسمارتر در واقع کلمه است که هر حرفی از این کلمه برای ما مشخص کننده یه ویژگی است که هدف ما باید داشته باشه. در کلمه اسمارتر حرف اس که در ابتدا اومده مشخص کننده کلمه اسپسیفیکه، یعنی هدف شما باید خاص و عینی باشه، کلیگویی نباشه. این همین مثالی که من زدم که یه نفر اگه میگه من میخوام قهرمان جهان بشم در رشته تکواندو ظرف 5 سال آینده حداقل یه بار، این خیلی مشخص و عینی و اسپسیفیکه. ولی اگه کلی بگه من میخوام موفق باشم، ورزشکار خوبی باشم، این اصلا اسپسیفیک نیست و در واقع نمیشه گفت یه هدف گذاری است که اون ویژگی مشخص بودن درش هست. که در واقع حرف دوم از کلمه اسمارتر حرف امه که مخفف میجربل، یعنی بعد هدفی که شما میذارین قابل اندازه‌گیری باشه، یه طوری که بتونیم بفهمیم که شما چند درصد از اینو محقق کردین. خودت در واقع باید اینو بفهمی. فرقی نمیکنه که کسی از بیرون نگاه کنه یا خود شما از درون نگاه کنی، ولی باید قابل اندازه‌گیری باشه. اینکه یه نفر بگه من مثلا میخوام درآمدمو از 1A به 2A برسونم، کاملا قابل اندازه‌گیریه. اما اینکه بگه که من میخوام درآمدم سال دیگه از امسال بیشتر باشه، این چیز خیلی کلیه، خیلی روشن نیست. در کلمه اسمارتر حرف دومی که بود میجربل بود، ولی حرف سوم ما در واقع حرف ایه که باید هدف ما اچیویبل باشه یا اتینبل باشه، قابل دسترسی باشه، بشه بهش رسید. مثلا به شما میگم اگه امروز یه نفر که خیلی علاقه‌مند به نجوم داره در کشور ایران بگه که مثلا من میخوام ظرف مثلا 5 سال آینده اولین فضانوردی باشم که از ایران مثلا به کره ماه میرم، خب این امکان داره در آینده کشور ما هم صاحب این افتخار بشه که کسی رو بفرسته به کره ماه یا فضانورد داشته باشه که تو این زمینه‌ها فعال بشه؟ چرا که نه. ولی آیا در 5 سال آینده این امکان پذیره؟ و اصلا این یه چیزی است که به نظر منطقی میاد؟ به نظر زیاد قابل دسترسی نیست. یا فکر کنین که مثلا یه آدمی که به عنوان مثال امروز سن خیلی بالایی داره ولی تصمیم گرفته که در یک ورزش قهرمانی که برای سن در واقع جوانی مناسب مثل ژیمناستیک یا شنا و چیزهای شبیه این میخواد یه هدف گذاری بکنه که من میخوام قهرمان المپیک بشم، این نه اچیویبل نه ریزنبل. چون حرف چهارم در این کلمه اسمارتر در واقع آر هست که مخفف ریزنبل یا منطقی بودنه. این دوتا به همدیگه خیلی نزدیکن و شما باید اهدافی بذارین که در واقع بخونه به همدیگه. نمیشه همینطوری چیزی رو تعیین کرد که برای ما قابل دسترسی نیست، بعد ما بگیم ما براش تلاش میکنیم، زمان میذاریم، نباید کسی به ما نبگه و من میخوام اینو عملی بکنم. این به نظر نمیاد که منطقیه. به عنوان مثال حالا بازم میگم، مثلا اگر شما امروز در
یه کشوری باشین که در اون کشور علم یه رشته ایک ضعیفه و شما به حال دارین در اون بستر رشد میکنین، آیا امکان پذیر است که در اونجا یهو ظرف چند سال آینده یک آدم خیلی تاپی بشین؟ از اونجا این اتفاق نمیتونه رقم بخوره. مثلا اگر فرض کنیم امروز کسی شناگر باشه، ما میدونیم که مثلا شنا در برخی از کشورها مثل استرالیا خیلی خیلی قویه. اگر شما یه جایی مثل اونجاها تمرین میکنی، میتونی در سن پایین، خیلی خوب، به نظر میاد اگر شما شناگر هستی، شروع کردی ورزش قهرمانی، در اون کشور هستی، از اون علم اونجا بهره میبری، میتونی اونجا آدم موفق بشی. ولی در شنا آیا مثلا در کشور ما میشه ما خودمون رو قهرمان المپیک ببینیم ظرف مثلا چند سال آینده؟ من فکر نمی کنم که این منطقیه. در حالی که در همین کشور ما مثلا شما در کشتی میتونی اینو ببینی، در وزنه برداری یا در تکواندو اینو میتونی ببینی، در صورتی که شما آدمی باشی البته که تو این رشته ها هستی و داری کار میکنی و الفبا رو یاد گرفتی و لحاظ سنی و شرایط تمرینی آدمی هستی که در واقع برات متناسب دیده میشه. در کلمه اسمارتر حرف پنجم تی هست که در واقع مشخص کننده تایم ریلیتد هست. در واقع باید اون هدفی که ما میذاریم لحاظ زمان بندی بتونه در واقع یک ویژگی‌هایی داشته باشه. ما بدونیم دقیقاً قراره چه موقع به این هدف برسیم، مراحلش چیه، تو هر مرحله باید چقدر زمان بذاریم و انتظارمون این است که در چه زمانی مثلا مرحله اولش رو رد بکنیم به مرحله دوم برسیم و همینطور ادامه بدیم. حرف ششم در واقع در اسمارتر کلمه ای است که مخفف اولویت یا ارزیابی کردنه. خیلی درسته که شما وقتی یه هدف میذارین جوری باشه این هدف که شما بتونین تو مسیر خودتون رو ارزیابی بکنین که آیا الان که مثلا 30% این زمانو گذاشتم، 20% گذاشتم، چقدر حالا توش پیش رفتم، چند درصد از اون اهدافی که تا الان باید محقق میکردم یا اقداماتی که باید تا الان میکردم و انجام دادم. این به ما کمک میکنه اگه قسمتی از مسیر اشتباهه بتونیم بفهمیم اصلاحش کنیم، نذاریم یهو زمان تموم شه. مثلا من برای یه چیزی یه سال وقت گذاشتم خودم رو ارزیابی نکردم توش، مثلا میخوام سال دیگه این موقع مثلا در تافل آی بی تی بتونم مثلا نمره 100 بگیرم و یه شیوهی دارم درس میخونم ولی خودم رو امتحان نکردم که ببینم با این شیوه مثلا وقتی که مثلا 6 ماه گذشته آیا من یه نمره مثلا 75 میتونم بیارم، 70 میتونم بیارم، آیا من در کدومی که از اسکیلزا تونستم بهتر بشم یا هنوز نقطه ضعفمو نتونستم جبران بکنم. اینا رو باید برای خودمون یه کاری بکنیم که فیدبک رو در واقع بازخورد داشته باشیم و ارزیابی کردن کار درستی. حالا در مورد اهداف مالی هم همینطور، در مورد اهداف ورزشی هم همینطور. یکی از مهمترین کارها این است که شما تو مسیر خودتون رو ارزیابی بکنید. و حرف آخر که آر هست مجددا، اینجا مخفف ریوارد، یعنی ما باید بتونیم تو مسیر به خودمون پاداش بدیم. اینکه ما تو مسیر به خودمون پاداشایی بدیم، پاداشای کوچیک. آدم میتونه برای اینکه برنامه به خصوصیشو در طی هفته یا طی ماه تمام میکنه، از اینکه خودش یه قهوه مهمون کنه، یه غذایی به خودش در واقع به عنوان یه مهمان هدیه بکنه. من میخوام با خودم مثلا اگه این کارو تمام کردم پایین هفته میخوام برم مثلا به خودم یه پیتزا بدم، در حالی که این یه کاری است که یه بزرگسال به راحتی میتونه انجام بده، ولی این رو به عنوان پاداش در نظر میگیره. یا یه نفر امکان داره که برای خودش بعد از اینکه یک دوره 3 ماهه کار پروفشنالی رو انجام میده و خوب پیش رفته، مثلا برای خودش یک مسافرتی 1 روز 2 روزه در نظر بگیره یا هر چیز دیگه ای که برای شما یه پاداش به حساب میاد و شما باید این پاداشا رو مرتبط کنین به اقداماتی که انجام میدین برای محقق کردن هدفتون و اینطور میتونین پیش برین و این هدف اسمارتر شما حالا به نظر میاد که شرایطی داره که امکان تحققش هم هست. حالا که راجع به هدف اسمارتر صحبت کردم، بیاین فرض کنین که افرادی همچین هدف اسمارتری دارن. حالا چطور میتونن این هدفهای اسمارتر رو واقعا عملیاتیش بکنن و به نتیجه برسونن؟ وقتی که شما هدف اسمارترتون رو گذاشتین، میتونین از 2 روش استفاده بکنین برای اینکه درگیر برنامه ریزی و اقدامات عملی بشین برای محقق کردن هدفتون. یکی از شیوه‌ها این است که شما 3 تا سوال مهم از خودتون بپرسین. اول اینکه از خودتون بپرسین که هدف شدنی من چیه؟ یعنی چی؟ یعنی من میخوام تبدیل به چه شخصیتی بشم؟ آیا من میخوام تبدیل مثلا به یک وکیل پایه 1 دادگستری بشم؟ من میخوام تبدیل به یک قهرمان مثلا شناخته شده ورزشی در رشته مثلا فوتبال، کشتی در حد تیم ملی ایران در ظرف مثلا 1 سال 2 سال آینده بشم، 5 سال آینده بشم؟ من میخوام یه آدمی بشم که علاوه کسب و کار تو کار خودم شاخصه داشته باشم، مثلا جزو 3 یا 5 نفر یا 10 نفر اول خودم کار خودم توی مثلا فیلدی که دارم کار میکنم باشم. نمیدونم، هر چیزی که خواسته شماست. اول به عنوان اینکه هدف شدنی من چیه. اگر فرض کنیم که یه نفر داره به عنوان مثال راجع به همین ورزش صحبت میکنه، میگه من میخوام ظرف 3 سال آینده، ظرف 5 سال آینده یک قهرمان کشتی جهان باشم، یعنی صاحب یه مدال جهانی در کشتی شده باشم.
این برای ورزشگاهی درسته که امروز اگه با راجع به 5 سال آینده صحبت میکنه ورزشگاه حرفه‌ای در این حیطه هست، در حدی است که مثلا در حد نزدیک به قهرمانی مثلا ملی یا حداقل قهرمان استانش مطرحه و سن مناسبی داره. حالا اگر این میخواد بگه که من میخوام چی بشم، هدف شدنی من قهرمان جهان شدن ظرف 5 سال آینده است. اگر از این مرحله بگذریم، سوال دوم مطرح میشه که هدف داشتنی من باید چی باشه؟ یعنی من باید چه ویژگی هایی داشته باشم که کمک میکنه من تبدیل به این قهرمان شدنی که راجبش صحبت کردم تبدیل بشم. خب یه قهرمان جهان الان چی داره؟ احتمالاً علاوه ویژگی‌های آمادگی جسمانی شرایط به خصوصی داره، علاوه تکنیک، تعداد تکنیکایی که به عنوان تکنیکای خیلی خوب بلده و در واقع در شگرد داره، تعدادش زیاده، حالا چه در خاک چه در سرپا، حالا هر چیزی که در ورزش کشتی مطرحه. لحاظ آمادگی ذهنی روانی ورزشکاری است که میتونه ذهنش رو کنترل کنه، هیجانش رو کنترل کنه، ثبات روانی داره. از لحاظ تجربه بین‌المللی مسابقات زیاد رفته. در واقع شما یه سری شرایط وجود داره که همین الان یه آدمی اون جایگاهی که شما می‌خوای داشته باشی رو داره و شما نداری. حالا همین میشه برای اهداف مالی هم تعیین کرد، همین میشه برای اهداف تحصیلی هم تعیین کرد. ببینیم داشتنیامون چی باید باشه. حالا که اینم مشخص کردیم، اون وقت سوال سوم می‌کنیم هدف انجام دادنی باید چی باشه؟ یعنی باید چه کارهایی انجام بدم که انجام دادن این کارها به من کمک میکنه که من صاحب این در واقع داشتنی ها بشم، یعنی صاحب اون ویژگی ها بشم که خب طبیعتا وقتی شما صاحب اون ویژگی ها بشی خود به خود تبدیل به اون شخصیتی که دنبالش بودی تبدیل به اون بشی خواهی شد. روش دیگه که شما میتونین برای محقق کردن اهداف اسمارتر خودتون تعیین بکنین هدف پلکانی گذاشتنه. یعنی که شما اول بیاین تعیین بکنین که مثلا من میخوام ظرف 2 سال آینده کجا باشم، بعد 1 سال آینده کجا باشم. در واقع این 1 سال آینده نیمی از همون مسیر 2 سال است. حالا 6 ماه آینده کجا باشم که نیمی از مسیر 1 ساله ماست و حالا 3 ماه آینده کجا باشم که در واقع خود اینم باز نیمی از اون مسیر 6 ماه آینده ماست. هیچ کس نمیتونه از امروز برای 3 سال آیندهش، 4 سال آیندهش، 2 سال آیندهش، حالا زمانهای نسبتا طولانی در واقع هدفهای خیلی روشن عینی عملیاتی بذاره. ما باید اینا رو بشکنیم به هدفهای کوچیک‌تر و از الان برای 3 ماه دیگه خودمون رو پیش ببریم که این 3 ماه در واقع گامی است در همون مسیر رسیدن به هدفهای بزرگ ما. به عنوان مثال اگر امروز فکر کنین که یه آدمی وجود داره که مربی فیتنس، مربی در واقع بدنسازی و از این کارا میکنه، مربی خصوصی است و امروز درآمد تقریبا ماهی 20 میلیون تومانی داره و ایشون مثلا یه هدفش این هستش که ظرف 2 سال آینده درآمد خودش رو برسونه به 70 میلیون تومان در ماه. حالا با فرض اینکه فرض کنیم که در 2 سال آینده تورم صفر، تغییراتی نکرده که البته میدونیم متاسفانه اینطوری نیست، ولی به عنوان مثال داریم اینجا میگیم. اگر این آدم بخواد این کارو بکنه باید مشخص کنه که مثلا 1 سال آینده باید درآمدش به کجا رسونده باشه. اگه 2 سال آینده بخواد ماهی 70 میلیون داشته باشه، 1 سال آینده مثلا باید از 20 میلیون تومان به 40 میلیون رسیده باشه. حالا 6 ماه آینده باید کجا باشه؟ شاید باید به ماهی 30 میلیون رسیده باشه. و حالا 3 ماه آینده چی؟ شاید باید به 25 رسیده باشه. در واقع الان باید بشینه فکر کنه که چه اقداماتی باید بکنه که از الان تا 3 ماه آینده بتونه در واقع یه چیزی نزدیک 5 میلیون تومان به درآمد ماهانش اضافه بکنه و همین مسیر رو ادامه بده تا بتونه ظرف 2 سال آینده تبدیل به اون آدمی بشود که به درآمد ماهی 70 میلیون تومان رسیده. چند تا نکته تکمیلی راجع به مسئله هدف گذاری میخوام بگم. اول اینکه هیچ وقت اهداف مهم همزمان برای خودتون تعیین نکنید. این احتمال اینکه شما بتونید به اون هدف‌ها رو برسید بسیار ضعیف میکنه. درستش این است که اگه شما هدف خیلی مهمی دارین کاملا متمرکز روی اون تگ هدف باشین. اگر ما کارهای دیگه‌ای میخوایم بکنیم میتونه کارهای جنبی باشه ولی اونا نمیتونن از جنس هدف‌های مهم باشن. هدف‌های بسیار سطحی‌تر میتونن باشن که اولویت همواره با اون هدف اصلی ماست. اینو شاید بد نباشه با یه مثال به شما توضیح بدم. سال‌ها پیش یک کتاب میخوندم. در این کتاب یه آدمی که آدم علاقمند به این بود که پولدار بشه رفت به یه آدم پولدار رجوع کرد و گفتش که تو راز پولدار شدن تو من بگو. اون بهش گفتش که تو بیا با من زندگی کن یه مدتی، یه چند روزی تو باغی که من زندگی میکنم و بعد تو میبینی من چرا پولدار شدم. این آدمی که پولدارتر بود دائما توی باغی داشت که باغ گل رز بود گلکاری میکرد. یه روزی همین جوانی که رفته بود راه و رسم پولدار شدن یاد بگیره از اون آدم پولدارتر، دیدش که این آدم که باغبانی میکنه شروع کرده به اینکه داره ساقه های گل رز رو هرس میکنه، قنچه ها رو میزنه. مثلا اگه روی ساق 5 تا قنچه هست 4 تاشو قطع میکنه، یکیشو فقط نگه میداره
و بعد این معترض شد، گفت چرا این کارو میکنی؟ شما اینا خیلی قشنگ بودن داری قطعشون میکنی، الان این شد یه ساقه با یه گل، ولی اگه شما میذاشتی 4 5 تا باشن یه دسته گل خیلی زیباتر میشد. اون آدم گفتش که بله درست میگی، ولی به این توجه کن که اگه آب و املاحی که از توی زمین لازمه تو این ساقه بیاد بالا و باعث رشد در واقع این گل رزها بشه، همشون بره تو یه دونه قنچه، اون یه قنچه رو یه گل بسیار بزرگ میکنه. در حالی که اگه من اجازه بدم که اینا پخش بین 4 5 تا، اینا 4 5 تا گل کوچیک میشن. و شاید این تفاوت بین آدمای موفق و آدمای معمولی تر هم باشه که اونها انرژی و تمرکزش خودشون رو پخش میکنن توی جاهای مختلفی، در حالی که اونهایی که آدمای موفق تری هستن اجازه نمیدن توجه، زمان و انرژیشون پخش بین اهداف مختلف و همون هدف مهم خودشون رو پیگیری میکنن و معمولا اونها رو به نتیجه میرسن. اگه هدفی که شما برای زندگیتون به عنوان اصلی ترین هدف مشخص کردین به شما اجازه میده فعالیت‌های جنبی بکنین، این کارو بکنین. مثلا اگه یه نفر یه هدف خیلی مهم شغلی داره ولی مثلا در کنارش میتونه مثلا زبان آموزی کنه، خب بکنین کارو. میخواد که مثلا وزنش رو بیاره پایین، میتونه یه مقدار مثلا به سلامتیش برسه، این کارو بکنین. میخواد مثلا یه ورزشی مثل تنیس یاد بگیره، میخواد موسیقی یاد بگیره، اینها رو به عنوان فعالیت‌های جنبی میتونین بکنین، ولی به عنوان هدف اصلی نمیتونین در نظر بگیرین. یعنی اینکه همیشه اولویت با اون هدف اصلیه. هر جایی که نیاز هست که توجه بیشتر رو اون باشه باید بلافاصله به اون بپردازین و اینها باید کارهایی باشه که از شما نباید انرژی زیاد، وقت زیاد یا توجه بیش از حد بگیره، چون اگر این کارو بکنین یقین بدونید که از هدف اصلیتون در واقع جا خواهید موند. و یه موضوع دیگه که به عنوان موضوع مهم میشه راجع به مسائل مرتبط با هدف گذاری گذاشت، درست این است که ما هر کدوم برای زندگیمون پلن های A، B و C داشته باشیم. یعنی من بدونم مثلا پلن اول زندگیم که هدف اصلی من هست و من شاید مثلا 3 سال، 5 سال، 7 سال بستگی به اون موضوع روش وقت میذارم، میخوام اونو به نتیجه برسونم. اما اگه به دلیلی این هدف بعد از این 5 سال، بعد از 7 سال، بعد از هر زمانی که من باید براش وقت میذاشتم محقق نشد یا شرایطی به وجود اومده بود که نتونسته بودم اونو به نتیجه برسونم، اون وقت میتونم به پلن دوم خودم بپردازم و برای اونم یه زمان دارم. و اگر فرض کنیم ما به عنوان مثال کسی در هدف دومش هم به نتیجه نرسه، اون وقت در هدف سومش میتونه این کارو انجام بده. در واقع این خیلی کار درستی است که ما بدونیم برای رسیدن به یک سطحی از موفقیت و رضایت و خوشبختی در زندگی فقط از یک مسیر نیست که میتونیم موفق بشیم. ما از مسیرهای مختلفی میتونیم این کارو بکنیم و خوبی برای هر کدومش که پلن اولیه داشته باشیم، اما طبیعیه که به پلن اولمون میپردازیم و در تمام مدتی که به پلن A میپردازیم به هیچ وجه به پلن B یا C فکر نمی‌کنیم. فقط اونها رو به عنوان بکاپ، یه چیزی که پشتیبان ماست داریم که اگه یه روزی به هر دلیلی موانعی سر راه ما اومد که ما نتونستیم اینا رو در واقع از مسیرمون خارج کنیم، از طریق در واقع دنبال کردن هدف‌های دوم و سوممون در پایان مدت زمانی که برای تحقق هدف اول تعیین کرده بودیم میتونیم بازم در مسیر خوشنودی و رضایت از زندگی قرار بگیریم. امیدوارم مطالبی که در این پادکست ذهن کیمیاگر در مورد هدف گذاری کاربردی با شما مطرح کردم برای شما مفید بوده باشه، بهتون کمک بکنه بتونین خواسته‌های مهم زندگیتون رو در درجه اول تبدیل به هدف بکنین و در مسیر قرار بگیرین که اون اهداف رو محقق بکنین که هم از منافعش بهره مند بشین و هم رضایت بیشتری در زندگی داشته باشین. خیلی خوشحالم که در این قسمت اول از پادکست ذهن کیمیاگر با من همراه بودین. اگه دوست داشتین که بازم از پادکست‌های ذهن کیمیاگر استفاده بکنین، میتونین روی دکمه سابسکرایب در مورد کانال ذهن کیمیاگر کلیک کنین، همچنین روی دکمه زنگوله که به محض اینکه قسمت‌های بعدی آماده شد روی کانال یوتیوب از اونها مطلع بشین. بازم تشکر میکنم از همراهی شما با خودم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا قسمت دیگری از پادکست‌های ذهن کیمیاگر.